سلام و درود مهربانم. تو این ویدیو میخوام یادتون بدم که با این جایگزین برنج درست بکنید. با گل کلم برنجی درست بکنید که در واقع برنج نداره ولی مشابهت زیادی به برنج داره، هم از نظر ظاهرش هم از نظر نوع حسش در واقع هنگام جویدن و البته بسیار پرخاصیته و اون عوارضی که برای مصرف زیاد برنج، تاکید دارم اون مصرف زیادش، کمش خیلی مانعی نداره، رو مصرف زیاد برنج ما خیلی توصیه نمی‌کنیم. این جایگزین خیلی مناسبیه، خصوصا برای افرادی که مثل من نون برنج رو کلا حذف کردم، چون من کلا کربوهیدرات ها و نون برنج تقریبا کلا مصرف نمی‌کنم و خب برای منی که دوست دارم یک ماده سیر کننده و در این حال خوشمزه مصرف بکنم این جایگزین خوبیه. علاوه بر این، یعنی ضمن اینکه برای غیر دیابتی ها توصیه میکنیم، قطعا برای دیابتی ها بسیار توصیه میشه و برای افرادی که میخوان رژیم بگیرن، کاهش وزن داشته باشن توصیه میشه و یه سری خواص داره که در ادامه توضیح خواهم داد. ویژگی‌هاش چیه؟ بعد میریم سر دستور پختش که به چه کیفیتی درست بکنید که سخت هم نیست، خیلی راحت و نسبتا سریع هم درست میشه. یکی از ویژگی‌های این ترکیب که کلم داره اینه که برای افرادی که فشار خون بالا دارن مناسبه، به خاطر پتاسیم مناسبی که داره میتونه روی تنظیم فشار خون کمک بکنه. آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره. کلم چند تا ماده بسیار مهم آنتی اکسیدانی داره، از جمله کلم آنتی اکسیدان بالایی داره. چند تا ماده مؤثر آنتی اکسیدانی در کلم هست، از جمله سولفورافان، گلوکوزینولات و ایزوتیوسیانات که تحقیقات نشون داده این مواد روی رشد سلول سرطانی تاثیر مهمی داره و در واقع کاهش میده سرعت رشدش رو. در واقع ماده ضد سرطانه. یکی از مواد مؤثر و مهم در کلم کلینه. کمتر به این کلین پرداخته شده ولی ماده بسیار مهمیه، به خاطر اینکه روی حفظ یک پارچگی قشای سلولی تحقیقات نشون داده که اثر موثری داره. روی تولید انتقال دهنده های عصبی در مغز تأثیر مثبت داره و حتی تحقیقات نشون داده که کمبود کلین در بدن با اختلالات عصبی، با آلزایمر ارتباط داره. برای همون توصیه میشه که کلم که یکی از منابع مهم کلین هست رو بیشتر مصرف بکنید. کلم فیبر خیلی مناسبی داره، به همین علت برای رفع یبوست و گوارش هم خیلی توصیه میشه. برای افراد دیابتی عالیه. چرا؟ چون که شاخص گلایسمی بسیار پایینی داره، تقریبا 15، کربوهیدرات بسیار پایینی داره به نسبت و میتونه هم به در واقع کاهش قند خون، هم به نکته مهم کاهش نوسانات قندی کمک بکنه، چیزی که من روش خیلی تاکید دارم عزیزان. این مخصوص دیابتی ها نیست، همه افراد باید مواظب نوسانات قند، بازی قند باشن. ببینید عزیزان، بحث نوسانات قندی، بحث بازی قند خیلی 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 مهمه. 3 مرتبه تاکید کردم، خیلی جدی بگیرید. این اصلا مخصوص افراد دیابتی نیست، غیر دیابتی برای صد بیشتر حواسشون به این قضیه باشه. اینکه بگیم نه من قند ندارم، من هرچی میخوام قند بخورم. بحث دیابت فقط نیست، نوسانات قندی باعث اختلال در هضم، اختلال در گوارش، اختلال در عملکرد مغز، کل مشکلات دیگه میشه. باید حواستون باشه که مصرف کربوهیدرات ها، مصرف مواد قندی رو باید کنترل بکنیم. این همه برنج و نون و ماکارونی و مواد نشاسته‌ای و قند شکر، این قند زیادی که میخورید بدن ما ما رو دچار مشکل میکنه، باید کنترلش بکنیم. برنج از اون مواردیه که خیلی نوسان قند داره، قند شما رو به شدت بالا میبره، بعدش هم افت قند پیدا میکنه. من از طریق سنسوری که بدنم نصب شده و در واقع چک میکنم تک تک مواد غذایی رو بدنم هست رو خیلی زیاد تحقیق کردم در مورد هم بحث برنج. هر چی رو با برنج بخوری اینقدر غالبه که اثرش رو خنثی میکنه، این قند بالاش مانع میشه که شما یک میزان گلوکوز تنظیم شده و مناسبی در بدنتون در واقع داشته باشید. پس نکته مهم، برای دیابتی ها عالیه، برای پیش دیابتی ها عالیه، برای افرادی که میخوان درگیر نوسان قند بشن حتما توصیه میکنم. و در واقع همونطور که اشاره کردم این کلم، این جایگزین برنج اگه به صورت برنج مصرف بشه حتی رو کاهش وزن شما هم مطمئنا تاثیر مثبت داره، چون شما برنج رو حذف کردید. اون میزان برنج هم که میخوردین از نظر وزنی دیگه مصرف نمیکنه، چون لازم نیست خیلی ازش بخوری، کمتر هم بخوری سیر میشی و در واقع به رسیدن به یک اندام مناسبتر قطعا کمک میکنه. این نکته هم حیف یاد نگم که من خودم که برنج و نون رو حذف کردم توی 10 روز اول 5 کیلو وزن کم کردم و برای پسرم هم خیلی نتیجه خوبی گرفتم. پسرم اضافه وزنش برطرف شد، تو سنی بود که داشت پرخوری میکرد، هی دائم در یخچال میرفت، هی هوس خوردن چیزای مختلف داشت. از وقتی که این رژیم بدون
در واقع مواد کربوهیدرات رو گرفت، هم 2-3 روز اول فقط، دیگه سر یخچال نرفت. این میلش به هوس کردن مواد مختلف و سر یخچال رفتن کلا برطرف شد، خوش اخلاق‌تر شد. من در مورد این رژیم توی ویدیو کاملتر صحبت کردم، اون ویدیو رو ببینید که نکات دقیق و کاربردی داره. اما چطور درستش بکنیم؟ کلم رو، در واقع گل کلم رو بگیرید تو دستگاه غذاساز، دستگاهی که غذا رو چرخ میکنن، حالا عناوین دیگه ممکنه داشته باشه، خوب ریز بشه در حدی که سایز دونه های کوچکتر در بیاد، خیلی اصطلاحاً به آب افتادن نرسه، در حد معمول چرخ بشه و توی مایتابه با روغن، چه بهتر که روغن خوش طعم‌تری مثل کره یا روغن زرد باشه، روغن بریزید، کلم رو بریزید و بذارید که سرتفت بخوره، دیگه جزغالش نکنه. چون میدونید من قبلا هم چند تا ویدیو صحبت کردم، با سرخ کردنی مخالفیم. این نوع سرخ کردنی که جزغاله میکنه غذا رو، در واقع آکریلامید تولید میکنه، کربن تولید میکنه و برای سلامت قلب و عروق مضر، این توصیه نمیکنه. در حد معمول اگه از حوصله داشتین با حالت ملایم تر هم بذارین چه بهتر، آروم آروم یه مقدار حرارت ببینه و پخته بشه، در واقع اون بافته مقدار سفت‌ترش نرم تر بشه که وقتی میخورید زیر دندونتون راحت مثل برنج جویده بشه، نه سفت باشه نه اونقدر له بشه که بخواد باز به نرم شدن بیش از حد در واقع منجر بشه. یه حالت بینابینی که 1-2 مرتبه بپزین دستتون میاد قلقش. و از نظر طعم، تجربه شخصی خودم بگم، ببینید من خودم آدم برنج خوری بودم، قدیم ها برنج زیاد میخوردم، ولی واقعا برای من تجربه شخصی منه، اقناع کننده است، راضی کننده است این ترکیب و من رو راضی میکنه. چون من انتظار که از برنج دارم بگین که خب اون حس خوب جویدن زیر دندون به عنوان یه ماده پر کننده رو داشته باشه، اینو داره. طعمش شبیه، قطعا نمیشه گفت عین برنج، خب ترکیب دیگه است ولی شباهت زیادی داره با برنج. میتونید با خورش با هر ترکیبی که قبلا برنج باش مصرف میکردید مصرف بکنید. ادویه‌های متنوع متناسب با سلیقه و ذائقت میتونید استفاده بکنید. میتونید پلویش بکنید، ترکیب بکنید با، حالا بعضی دوست دارن پیاز میریزن، بعضی از حبوبات رو دوست دارن میریزن، مثلا ماش میریزه، لوبیا میریزن، دست خودتونه. حالا ولی خب دوست داشتین کربوهیدرات تر باشه، بهتره خود این خالی تر باشه و خیلی باز درگیر سایر حبوبات نشه. ولی عرض کردم برای افرادی که دوست دارن در واقع برنج رو حذف کنن، طعم مناسبی داره، جایگزین خوبیه، حس خوبی رو شما میده. البته این تجربه ممکنه متناسب با بقیه افراد فرق کنه. برای من و خیلی از دوستان یک توصیه کردیم، خیلی راضی کننده بود و غنیمت بوده. تو این کمبود جایگزین‌های برنج گزینه خوبیه. توی ویدیو دیگه من در مورد ماش هم به یه روش خاص صحبت کردم که ماش رو هم میتونید جایگزین برنج داشته باشین. البته این رو حتما بگم که قرار نیست اینو هر روز بشینین بخورید، زیادش البته کلم خوب نیست، بیش از حد خوردنش، افراط تو هر چیز خوب نیست و میشه هم با عملیاتی ترکیبات دیگه بهش اضافه کرد. زمین که خود گل کلم رو میشه باش تنوع دیگه هم تو غذای دیگه داد. با تخم مرغ ترکیبای خوشمزه میشه ازش در آورد، به صورت پودر شده، خوب له شده، میشه به عنوان سس برخی از ترکیبات دیگه اضافه کرد. میگم حالا لازم باشه فرصت بشه تو ویدیو بعدی در موردش صحبت خواهم کرد. یه نکته بگم، افرادی که سنگ کلیه دارن خوردن کلم در حد معمولش اشکال نداره، اما بیش از حدش زیاد توصیه نمیشه. شما اگر تجربه از حذف برنج و پیدا کردن یه جایگزین مناسب و خوشمزه رو در واقع داشتیم، این راهکاراتون رو برای من تو کامنت ها بنویسید که هم من هم بقیه ازش استفاده بکنید. نظرتون در رابطه با ویدیو رو هم خوشحال میشم بفرمایید و طبق روال همه ویدیوها یک کتاب هم معرفی می‌کنم، کتاب خوب، راهنمای تکنیک هماهنگی جنسی به کمک یوگای تانتریک برای رسیدن به یک تعادل جنسی، به یک رضایت متناسب و متقابل همسران در زندگی زناشوییشون. کتاب خیلی کتاب در واقع راهنما و کاربردی خیلی خوبیه. این کتاب که هم در سایت دکتر پاکو برای عزیزان خارج کشور، هم در سایت روزی پاک در داخل ایران در واقع منتشر شده رو لینکش رو براتون تو دیسکریپشن میذارم که میتونید ازش استفاده بفرمایید. یه چنل خوب هم معرفی بکنم بهتون، اگر میخوان به یک آرامش ذهنی برسید با یه سری تکنیک های بسیار موفق و مؤثر، چنل سلامت ذهن پروفسور دانش رو توصیه میکنم. خیلی عالیه، تکنیک های متنوعی هم توش هست، تکنیک مکس، تکنیک کاربراتو، تکنیک مدیتیشن 17 و چند مورد دیگه که خیلی کمک میکنه شما یک آرامش پایدار و مؤثری در واقع زندگیتون احساس بکنید که حس بهتری به شما خواهد داد و زندگیتون با کیفیت تر خواهد شد. و البته جا داره تشکر کنم از دوستانی که ویدیوهای ما رو بدون چشم داشت منتشر میکنن، جای مختلف میفرستن، برای بقیه فوروارد میکنن تا بقیه هم از مطالب خوبش
استفاده بکنن. خیلی ممنون از همراهیتون. امیدوارم که همیشه شاد و سالم و سرحال و پر انرژی باشید. خدا نگهدارتون.